جاوید شاه پهلوی برمیگرده. سوال: رهبر این اعتراضا کیه؟ شاهزاده رضا پهلوی یا هنوز یه عده جرأت گفتنشو ندارن؟ تو این قسمت از تخطی با بنیامین دیلمکتولی صحبت میکنیم، شاعر، نویسنده، ترانه‌سرا و پژوهشگر فلسفه. بنیامین جان خیلی خوش اومدی. بدون مقدمه بریم سر سوال اول. شعارهایی که مردم دادن جاوید شاه این آخرین نبرد و پهلوی برمیگرده، میشه گفت اینا اتفاقیه یا اینکه نه مردم تعارف گذاشتن کنار و رهبرشون انتخاب کردن؟ خب با درود بر شما و بینندگان عزیزتون رضا جان. ببینید، ما شعار جاویدشاه به نظر من سنتز تاریخی یا ایده تاریخی ملت ماست. یعنی به صورت طبیعی این اتفاق برای جامعه ما افتاده و تاریخ داره دوباره برای ما تکرار میشه. همواره در طول تاریخ تمدنی و تاریخ انقلاب ها هم حتی اگر نگاه کنیم، هر ملتی به بخشی از تاریخ خودش برمیگرده که در اونجا سعادتی داشته یا در اونجا شکلی از عقلانیتی رو داشته که از اونها گرفته شده یا مورد تهاجم قرار گرفته و این امر طبیعیه. این بازگشت به تاریخ بازگشت به اون عقلانیت انسان ایرانیه. یعنی به صورت طبیعی انسان ایرانی در این بره از تاریخ داره برمیگرده به جایی که سعادتش و عقلانیتش موجودیت داشته و شکل انضمامی داشته و بدنمند، یعنی بدن داشته و ماهیت پیدا کرده، چیزی که جمهوری اسلامی از مردم ما گرفت. یعنی جمهوری اسلامی و حکومت‌های توتالیتر همواره این کار رو میکنند که بدن اجتماعی یک جامعه رو ازش سلب میکنند. بازگشت به پهلوی، بازگشت به شعار جاوید شاه، بازگشت دوباره به اون دورانیه که مردم سعادت رو داشتن. ببینید، اگر ما حتی پیشینی شعار جاوید شاه در غرب رو ببینیم، رضا جان، شما اونجا میبینید که در زمان شارل وقتی در فرانسه شعار جاوید شاه میدادن، زمانی بوده که شاه پیشین مرده و مردم دچار اختلال شدند در اون چیزی که زیستشون رو میساخته و سعادتشون رو میساخته و این شعار جاوید شاه رو میدن برای به معنای این که شاه گذشته مرده و ما خواهان شاه جدیدیم و اون شاه گذشته و شاه جدید البته از هم جدا نبودن. در چه چیزی یگانه بودن؟ در اون بدن تاریخی و در اون سعادت اجتماعی و رفاهی که اون ملت داشته و ملت ما دوباره میخواد به اون سعادت برگرده. یعنی میخواد به بدن تاریخی خودش برگرده، جایی که بدنش سعادت، رفاه و عقلانیت رو تجربه کرده و شعار جاوید شاه یک روند طبیعی و تکاملی جامعه ماست. یعنی چیزی نیست که بخوایم بگیم به زور به جامعه داده شده. این چیزی که خود جامعه برای خودش برگزیده به شکل طبیعی، بدن جامعه برای خودش برگزیده به شکل طبیعی. ممنونم ازت بنیامین عزیز. اگه امروز مردم کف خیابان دارن اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن، چرا یه عده از اپوزیسیون با این حقیقت نمیخوان مواجه بشن و مدام تفره میرن یا شعارها رو سانسور میکنن؟ ببینید، دلیلش اینه که ما اگر به جنبش‌ها و تمام فراخوان‌ها و جنبش‌های از 47 سال اخیر نگاه کنیم، یا جنبش‌های بی سر بودن یا جنبش‌های خودسر بودن. به چه معنا؟ دوستان یادتون نره همین الان ویدیو رو لایک کنید، لطفاً حمایت کنید، نظرتون رو بگید توی کامنت ها و کانال رو سابسکرایب کنید. یعنی این جنبش‌ها یا جنبش‌های اتنیکی اقلیتی یا برای یک چیز تقلیل یافته، برای یک امر براندازانه نبوده، برای یک امر تقلیل یافته مثل حجاب یا مثلا مسئله بنزین، مسئله معیشتی و این جنبش‌ها ناخواسته بدون اینکه سری داشته باشه، هدفی داشته باشه، مردم رو به دلیل یک امر بیولوژیک زیستی یا یک مثلا امر نمیدونم فرهنگی به خیابون کشونده و این جنبشی که بی سر بوده همواره به بنبست برده، چون معمولا جنبش‌های بی سر و جنبش‌های خودسر به بنبست میخورن. خب این جنبش‌ها اگر هم براش میخواسته سری تعریف بشه یا براش هدف یا آرمانی تعریف بشه، این هدف چنانچه گفتیم تقلیل یافته بوده. یا مثلا به همون جنبش زن زندگی آزادی که ما دیدیم یک سری میخواستن این جنبش رو مخصوصا جریان چپ به نفع خودشون و به نفع تقلیل برای فقط مسئله زن، در صورتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی یا همون مرد میهن آبادی که ما کنارش آوردیم دیدیم
کمتر از زنان عزیز کشورمون مردم تو خیابون نبودن و اگر به تعداد کشتگان همون سال نگاه کنیم کمتر مردها آسیب ندیدن. وقتی میاد یک امری تقلیل داده میشه یعنی میخواد اون هدف نهایی که براندازی رو تقلیل بده و به این دلیله که امروز ما دوباره میبینیم همون جریان هایی که به دنبال تقلیل براندازی به یک سری اموری مثلا نبع حجاب، امور فرهنگی، اتنیکی و خاصهای این چنینی بودند نمیخوان که صدای جاوید شاه رو بشنون. چرا؟ به خاطر اینکه بدن شاه و اون شعار جاوید شاه پیوند خورده به تمامیت اون خواسته ها. یعنی تقلیل فقط به امر جنسیتی زن و مرد نیست. در شعار جاوید شاه زن و مرد تفکیک نشدند، در شعار جاوید شاه بلوچ و کرد و ترک تفکیک نشدند. تمام جامعه ما صاحب یک بدنه و به خاطر اینی که مردم ما دارن امروز شعار جاوید شاه میدن. به خاطر ببین بحثمون بخشی از اپوزیسیونه که وقتی اسم شاه رضا پهلوی میاد جدا از اون شعار جاوید شاه رو میشنون از زبون مردم یا هر چیز دیگه ای از خود خامنه ای عصبی تر میشن. من مشخصا به این میخوام برسم، وگرنه مردم که تکلیفشون مشخصه. به خاطر همینه، به خاطر اینکه خواست اونها و اراده اونها براندازی نبوده. رضا جان ما همواره وقتی به این جریان ها نگاه میکنیم میبینیم که اون چیزی که اونها مد نظر داشتن یا اهداف و آرمان اونها اهداف براندازانه‌ای نبوده، امور سیاسی تقلیل یافته‌ای بوده و معمولا این شکاف‌ها یا دوگانه‌هایی که می‌ساختن بیرون از دوگانه براندازی یا موجودیت جمهوری اسلامی بوده و این مسئله است که امروز اونها رو عصبانی کرده، چون اونها به دنبال براندازی هیچ موقع نبودند و اصلا در شعار اونها و در مسیر فکری اونها و نمادهایی که همواره ساختن، حتی نمادهایی که ساختند، ما میبینیم امر سیاسی یا امر انقلابی تقلیل پیدا کرده و انقلابی که تقلیل پیدا کنه به اموری مثل امور جنسیتی، امور فرهنگی و چنین مسائلی به پیروزی نمیرسه. سوژه انقلابی در حالت تعلیق یافته یک سوژه ناپخته و سوژه خامه و این سوژه خام نمیتونه اون رخداد نهایی انقلابی رو رقم بزنه. ممنونم ازت. با این تفاصیل میتونیم الان بگیم که شاه رضا پهلوی رهبر این قیامه و با توجه به بیانیه‌هایی که ایشون تو این چند روز فکر می‌کنم 2 تا الان منتشر کردن تو شبکه‌های اجتماعی، نقش ایشون رو چطور می‌بینید؟ چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید به عقیده من شاهزاده رضا پهلوی فقط رهبر این قیام نیست. شاهزاده رضا پهلوی رهبر و نماد تمامیت اون انسان ایرانی که در طول تاریخ خواست بازگشت به شکوه خودش رو داشته. یعنی حتی من اون رو معطوف نمی کنم شاهزاده رضا پهلوی رو به این جنبش یا به اون چیزی که در اکنون ما داره شکل میگیره. یعنی اون به نظر من شاهزاده رضا پهلوی در این لحظه از تاریخ برای ما نماد تمام اون چیزهایی بوده که ما در تاریخ از دست دادیم و یک سنتزیه که از دل یک تز و آنتیتزی اومده بیرون که در تمام تاریخ داشته جامعه ما. یه چیز جالبی هگل میاد در تاریخ حکمت ایرانی میگه، عقلانیت ایرانی راجع به ایرانی ها رضا جان، که میگه که جالبه که ایرانی ها اولین کسانی بودن که صاحب دیالکتیک بودند، اما میگه دیالکتیک اینها ناقص بوده و این دلیل دیالکتیک اینها ناقص بوده به این دلیل بوده که اینها همواره تز و آنتیتز داشتن اما سنتز نداشتند. و من وقتی به تاریخمون نگاه میکنم میبینم ما تنها جایی از تاریخ موفق بودیم که تونستیم علاوه بر این که در برابر اون تزی که موجوده، حالا اون تزی که میتونه تزی باشه که میخواد ما رو سرکوب کنه، به استثمار بکشه، هر چیزی، یه آنتی تزی شکل دادیم، یه آنتی تز ملی گرایانه یا یک آنتی تزی برای مقابله شکل دادیم. اون چیزی که امروز میبینیم مثلا جریان پادشاهی خواهی واقعا آنتی تز تاریخی در برابر تزی شد که ما رو میخواست در استثمار و در استعمار نگه داره، ما رو میخواست از تاریخ و از اون تمام وجوه فرنگی خودمون دور کنه. اما سنتز باز این آنتیتز به عقیده من خود خاندان پهلوی و امروز شاهزاده رضا پهلویه. یعنی شاهزاده رضا پهلوی همون سنتز گم شده‌ایه که هگل در دیالکتیک تاریخی ما انسانی ایرانی گم میبینه و اون رو ناپیدا میبینه و ما انگاری که در گشتیم
در کل تاریخمون امروز به اون چیزی که در تمامی تاریخمون گم بوده رسیدیم. من شاهزاده رضا پهلوی رو چنین چیزی میبینم، همون چیزی که رضا شاه برای ما بود. رضا شاه برای ما ایده‌ای بود که حاصل سالها شاید و قرنها گم شدگی ایده تاریخی ما بود. یعنی تاریخ انسان ایرانی حتی اگر میخواست آنتیتز ایجاد کنه، یه عده روشنفکر میومدن مثلا مثل تو دوره مشروطه که اتفاق افتاد، یا قیام میکردن یا امیر کبیرهای سر برمی آوردند، باز به اون ایده نمیرسید. این آنتیتز مختل میشد، در مقابل تزه قیام میکرد، خودش رو نشون میداد، اما چون به ایده نمیرسید، به اون سنتزه نمیرسید، مختل میشد. رضا شاه زمانی که میاد برای ما وجوه همون سنتزه و شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً داره همین کارو میکنه. این کار رو در جاهای دیگه از تاریخ برای ملل دیگه امثال گاندی انجام دادند، امثال لینکلن انجام دادند. لینکلن نماد اون تز آنتیتزی بود، اون دوگانه فرهنگی بود که میومد و اون دو نوع نگاه رو و دو نوع نگاه به انسان رو از لحاظ نژادی، رنگ پوست یا هر چیزی در مقابل هم قرار میداد و یعنی یه تز نژاد پرستانه و یه تزی که میخواست از اون دفاع کنه در مقابل هم بودن. لینکلن به عنوان یک ایده اومد و تونست اون تز و آنتیتز رو براش ایده بسازه و نجات بده مردم آمریکا رو. گاندی تونست برای هندی ها بیاد یه ایده بسازه و نجات بده هندوستان رو. کاری که رضا شاه کرد و کاری که شاهزاده داره امروز میکنه، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلابی، کاری که در طول تاریخ ما کمتر اتفاق افتاده. بسیار مهم کاری که داره شاهزاده انجام میده. اگر بخوایم بگیم شاهزاده، از این حیث من سوالم پرسیدم که چون میگفتن که توی انقلاب مهسا این قیام، این انقلاب رهبر نداره و رهبرش خود مردمن. با توجه به اون من این سوالو پرسیدم که آیا میتونیم شاهزاده رو امروز رهبر این قیام بدونیم یا نه، و ممنون از پاسخ کاملت. اگر شاهزاده رضا پهلوی رو امروز رهبر این قیام، جدا از بحثی که شما گفتی، در نظر بگیریم، به نظرتون شانس پیروزیمون تو این دوره از اعتراضات چقدره با توجه به اینکه رهبر داره؟ ببینید، شانس پیروزی ما بیشتر از هر موقعیت تاریخی دیگه در این 47 ساله. چرا که من اشاره کردم، گفتم به دلیلی که تمامی جنبش هایی که در 47 سال اخیر شکل گرفت، شما از همون سال 67 شروع کن، از سال 62 اصلا شروع کن، به بعد تمامی حتی 88 96 98 نگاه کنی، یا جنبش های بی سر بوده یا خود سر بوده. یعنی رهبر یا آلترناتیو و هدف مشخصی نداشته. ما وقتی میگیم رهبر، فقط یک انسان رو به مثابه انسان بودگی و داشتن مثلا یه بدن سیاسی در نظر نمیگیریم. این بدنه باید با اهداف یک ملت یکی بشه. چیزی که برای شاهزاده رضا پهلوی رقم خورده و بقیه نداشتن این بوده. شاهزاده رضا پهلوی با اون اراده معطوف به خواستن یک ملت اومده پیوند خورده. بدن شاهزاده رضا پهلوی، چیزی که من به تأکید همواره به دوستانم گفتم، بدن شاهزاده رضا پهلوی بخشی از ایرانه. یعنی بدن ایران و بدن شاهزاده رضا پهلوی جدا از هم نیستن و این دوگانه در کنار هم یه بدن سالم رو میسازند و انقلاب سالم رو میسازند. اون جنبش هایی که اتفاق افتاد به نظر من به این دلیل ناقص بود که بخشی از تمامیت بدن ایران نبودن. شاید یک گوشه‌ای مثلا از اون بدن اجتماعی یا سیاسی انسان ایرانی بودن که یه خاصی مثل حجاب داشت، یه خاصی مثل خاص فرهنگی، یا مثلا اون بحث‌های فرهنگی که نمیدونم تقلیل نژادی داده شده یا تفاوت نژادی داده شده یا شکاف‌های اینچنینی خود جمهوری اسلامی میساخت طی این سالها. اما شاهزاده رضا پهلوی نمود تمامیت این بدن اجتماعی. به این دلیل اصلا شاهزاده رضا پهلوی رهبر شده. شاهزاده رضا پهلوی خودش رهبر انتخاب نکرده. این ایران و مردم ایرانند که ایشون رو رهبر انتخاب کردن، به دلیلی که متوجه شدن امروز که این اون چیزی که از ایران میخواند و اون چیزی که خودشون رو جزو ایران قرار میده، بخش عظیمیش و در معنای سیاسی، در امر اجتماعی و فرهنگی وابسته به شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی بوده. واسه اینه که امروز باز دارن رضا شاه رو دوباره صدا میزنن، دوباره محمد رضا شاه رو صدا میزنن. متوجه شدن که این بدن ازشون سلب شد و این بدن تکه تکه شد. کاری که حکومت توتالیتر میکنه.
یعنی میاد و یک جامعه رو اتمیزه میکنه، تکه تکه میکنه. شاهزاده رضا پهلوی نمود دوباره اون چسب اجتماعیه، اون چسب زخم اجتماعیه که اون بدنی رو که تکه تکه کرد جمهوری اسلامی با جنبش‌های اتنیکی، با جنبش‌های جنسیتی و جنبش‌های دیگه و با امور شکاف‌های چنینی اومده داره به همدیگه وصل میکنه. و این رهبر بودگی شاهزاده رضا پهلوی و موقعیت رهبری ایشان اینجوری نیست که فقط تنها به خواست خودش باشه، به خواست مردم اتفاقا. یعنی مردم این رو خواستن که ما به این نقطه رسیدیم. گفتی قیام‌های جنبش‌های خودسر و بیسر. یه نگاهی بندازیم به شعارهایی که توی این 2 دهه سر داده شد از طرف مردم و یه سیری داره، یه روندی داره. از حالا برجسته ترین هاش 88 مثلا میخوایم شروع کنیم، از رأی من کو و رأی ما رو دزدیدن دارن باهاش پوز میدن، میاد جلوتر میرسه به گرانی و بنزین و نمیدونم سید علی ببخشید وقتشه که بلند شید. بعد میاد جلوتر رادیکالتر میشه، مرگ بر دیکتاتور میاد وسط، اصلاح طلب اصولگرا میاد وسط. و الان میبینیم که تو اکثر شهرهایی که ویدیوهاش اومده جاوید شاه و حالا داره میره به سمت پادشاهی، حالا یا جاوید شاه یا پهلوی برمیگرده است، رضا شاه روحت شاده. میتونیم بگیم به یه بلوغی داره میرسه این یه رونده که همش به هم وصله، یا نه اتفاق خاصی این وسط افتاده و یه جهش متفاوتی رخ داده این وسط؟ ببینید روند انقلاب ها به این شکل که ما همیشه یه پیشا رخداد انقلابی داریم و بعد از اون رخداد انقلابی شکل میگیره و سوژه انقلاب شکل میگیره. و این سوژه انقلاب، من یه چیزی رو که میگم از دل پرسشی که خودت از من داشتی دارم میگم که این پرسش تو دلش شاید پرسشی باشه که خیلی از مردم دارن و خیلی ها سر این مسئله با همدیگه اختلاف نظر دارن که اون مسئله رادیکال شدن یک جامعه و شعارهای یک جامعه است. شاید بعضی ها امروز میان با اکت های اصلاحاتی هنوز میگن آقا رادیکال نباشید، یا مثلا تا 3 سال قبل میگفتن آقا شعار جاوید شاه دادن شعار رادیکاله. ما اینها رو به گوش میشنیم. یعنی اون زمانی که حالا خودت به شخصه چون با من نزدیک‌تر بودی میدونی، مثلا اون زمانی که ماها میومدیم میگفتیم آقا جاوید شاه بگید اصلا صدا بزنید شاهزاده نترسید، این شعارهای رادیکالی بود. امروز مردم به اون سمت رفتن به صورت طبیعی و گفتیم این اصلا به صورت طبیعی این امر اتفاق افتاد. یعنی اون چیزی که ما در مشهد دیدیم به صورت طبیعی اتفاق افتاد. اصلا چنین جریانی نبود که یه عده رو اون چیزی که جمهوری اسلامی میاد تبلیغ میکنه یا جریان اصلاحات که یه عده رو مثلا شاهزاده فرستاده باشه تو جمعیت، که بخواد شاهزاده یه عده رو اونجا فرستاد تو جمعیت، یه عده رو تو ورزشگاه میفرسته، یه عده رو تو بازار تهران الان داره میفرسته، یه عده رو تو دانشگاه. کجا شاهزاده داره آدم میفرسته؟ نه، این امر طبیعیه، یه بلوغ طبیعی انقلابیه. یعنی همون چیزی که گفتم. و اتفاقا اگر بخوایم ما امر انقلابی رو تفسیر کنیم، اگر امر سیاسی رو حتی اونچنین که کارل اشمیت متفکر سیاسی آمریکایی میگه که امر سیاسی یک امر آنتاگونیستی، یعنی دوگانه، دوست و دشمنیه و یک امر انگاری رادیکالیه، اما بدون شک امر انقلابی به عقیده من یک امر آنتاگونیستیه رضا جان. یعنی حتی اگر امر سیاسی یک امر رادیکال نباشه، امر انقلابی یک امر رادیکال آنتاگونیستیه. یعنی باید این شکافه عمیق بشه که انقلاب شکل بگیره. انقلاب ها شکل نمیگیرن مگر که این دوگانه اصلی براندازی و اون موجودیت پیشین هرچه بیشتر برجسته بشه. ما به نقطه رسیدیم که این به اون تکامل کامل خودش رسیده. یعنی اتفاقا اونهایی که رادیکال براندازی رو میخواستن ما رو به این نقطه رسوندند، به خاطر اینکه هر دوگانه دیگری بیرون از این دوگانه برای اختلال در این دوگانه است و جمهوری اسلامی و اتاق فکر جمهوری اسلامی، اصلاحات و این جریان ها اینو میدونستن. برای اینکه اون دوگانه برجسته نشه، اتفاقا جریان های حکومت های توتالیتری مثل جمهوری اسلامی که حکومت های با فکری هستن، اتفاقا میان دوگانه های مصنوعی میسازن. دوگانه زن و مرد، مثلا دیدی تو جامعه ما همواره این دوگانه بوده. زنها میگفتن حقوق ما پایمال شده، مردها میگفتن این چنین. دوگانه فرهنگی، مثلا کردها حقوق ما پایمال شده، ترکان نمیدونن حقوق ما دوگانه زبانی، آقا ما نمیتونیم به زبان مادریمون صحبت کنیم. میاد اون دوگانه اصلی رو با ساختن دوگانه های مصنوعی یک حکومت
در محاق میبره، اون دوگانه رو در جایی میبره که جامعه بهش نرسه. و زمانی اتفاقا یه جامعه به انقلاب میرسه که به اون دوگانه آنتاگونیستی اصلی خودش برسه، یعنی به اون دوگانه موجودیت یک حکومت و براندازی. و ما امروز داریم به اون دوگانه میرسیم، به خاطر اینکه من امروز رو و این جریانی که امروز در خیابان ها هست رو روشن‌تر از هر جریان و هر جنبش دیگه در 47 سال اخیر میبینم و به این جنبش اتفاقا من امیدوارم، به خاطر اینکه این دوگانه حقیقی دیگه، دوگانه نیست که از اتاق فکر اصلاحات اومده باشه بیرون، دوگانه نیست که از اتاق فکر جنبش‌های نمیدونم تجزیه طلبی که بخواد جنبش اتنیکی بسازه اومده باشه بیرون. این دوگانه از تو دل خواست و نیاز مردم اومده، نیاز رفاه، نیاز معیشت، نیاز به آزادی، نیاز به حق، نیاز به قانون. این دوگانه اصلیه و اتفاقا اونهایی که میگن آقا نه این دوگانه سازی رو نکنید اشتباه میکنن. جامعه زمانی موفق میشه و انقلاب‌ها زمانی به پیروزی رسیدن به تاریخ تمام انقلاب‌ها که این دوگانه هرچه بیشتر تونسته برجسته بشه. یعنی ما باید اتفاقا به این دوگانه براندازی و موجودیت جمهوری اسلامی دامن بزنیم و اون زمانه که از جمهوری اسلامی عبور میکنیم و بیایم و اون دوگانه‌های مصنوعی که ساخته شده رو ازش بگذاریم که جامعه به صورت طبیعی امروز از اون دوگانه‌های مصنوعی گذشت و متوجه شد. یه موقعی شاید خود ماها فریب می‌خوردیم، فکر می‌کردیم مثلا اومدن برای نمیدونم شعار زن زندگی آزادی حقوق زنان را پس بدهید یعنی براندازی، در صورتی که نمیدونستیم آقا این دوگانه مصنوعیه، برای اینکه اون امر براندازی کلی رو از میبره، به خاطر اینکه اون دوگانه اصلی و امر براندازی تمام این حقوق رو در دل خودش داره. شما وقتی براندازی کنی، عبور کنی از جمهوری اسلامی، دیگه اصلا دوگانه به اسم دوگانه زن و مرد وجود نداره، به خاطر اینکه حق زن اونجوری از بین نرفته که بخواد چنین دوگانه شکل بگیره، درسته؟ یا دوگانه زبانی دیگه وجود نداره که بخواد ما بگیم آقا به زبان ما همه اینها حل و فصل میشه در یک جایی که قانون، حق و تمامی امور مدرن و اون چیز امور مدرن سیاسی در جایگاه خودش قرار داره، دموکراسی در جایگاه خودش قرار داره، اون چیزی که ما شعارشو میگیم و تقلیل اینها تقلیل همون دموکراسی. یعنی اونی که میاد میگه که آقا من دارم میگم برای دوگانه مثلا زن و مرد میجنگم، حق زن میجنگم، من دموکراسی خواهم، اتفاقا اون اصلا معنای دموکراسی رو نفهمیده، به خاطر اینکه زمانی که آزادی وجود نداره دموکراسی حقه‌ای بیش نیست و صندوق رای ابزار بردگیه. شما در یک کشوری که در آزادی وجود نداره هر رأیی که میدهی اتفاقا داری به زنجیر به پای خودت و به بردگی خودت اتفاقا رأی میدی. همین ماهایی که رفتیم 88 وسط خیابون واسه اینکه رأیمون رو پس بگیریم نمیدونستیم، حتی اون شعاری که میدادیم که آقا رأی ما رو پس بده داشتیم یعنی شعار میدادیم که آقا بردگی ما رو پس بده. امروز چنین معنایی داره، امروز جامعه به این بلوغ رسیده که داشته برای بردگی خودش اتفاقا میجنگیده وقتی برای صندوق رأی میجنگیده که جمهوری اسلامی داشته تعیین تکلیف میکرده. ممنونم ازت. اتفاقا راجع به اینکه افق این جنبش رو چطور میبینی می‌خواستم ازت بپرسم که تو همین صحبتات پاسخ دادی، خیلی ممنونم ازت. و سوال آخر این که توی انقلاب مهسا خیلی از جمهوری خواها و پادشاهی خواها کنار هم نشستن و متحد شدن و یه سری کارها رو پیش بردن. الان ولی میبینیم که خیلی از جمهوری خواها سکوت کردن و خیلی ها هم دارن سانسور میکنن، خیلی از شعارها و ویدیوها رو سانسور میکنن و اصلا منتشر نمیکنن. انگار نه انگار که این شعارها از بطن جامعه ایران داره میاد بیرون و ملت ریسک کردن و رفتن دارن چنین شعارهایی میدن، تو خطر افتادن. آیا به نظر چنین اتحادی باز شکل میگیره اگر حالا این اعتراضات پیش بره و شلوغ‌تر بشه و تبدیل به یک قیام سراسری بشه که احتمال خیلی زیاد این اتفاق میفته؟ به نظرت باز اتحاد همه رو میبینیم کنار هم بشینن و صحبت کنن؟ من به نظرم رضا جان الان این اتحاد شکل گرفته. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اونهایی که حتی امروز جاوید شاه میگن خیلیشون جمهوری خواهن. یعنی جاوید شاه گفتن اونها به صورت نمادین و سمبولیک یک شعار براندازانه است. به این معنا نیست که قرار بیان مثل ماها به پادشاهی خواهی رأی بدن، مثل منی که رأیم پادشاهی خواهی بوده و خواهد بود. خب
فقط اونها به این فهم رسیدند که اون شعار پادشاهی خواهی و اون لباس پادشاهی خواهی سلاح محکمتریه برای براندازی. یعنی امروز همون دوگانه‌ای که صحبتشو کردیم دقیقاً اون سمت برجسته براندازانه جریان پادشاهی خواهی قرار گرفته و به خاطر اینی که اومدن کنار اون جریان قرار گرفتن و به این معنی نیست که واقعاً اینها اومدن پادشاهی خواه شدن و اونهایی که این رو فهم کنن، حتی اونهایی که الان به قول شما شاید یه عده مثلا حتی سکوت کردن یا تعمدی بیان و بخوان وارد این جریان انقلابی و خواست انقلابی مردم نشن، اونها از تاریخ عقب خواهند افتاد و اونها هم که اتفاقاً باید فردا به خودشون پاسخگو باشن و مردم پاسخگو باشن، به خاطر اینکه مردم از اون دوگانه‌های گذشته که حتی دوگانه جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی رضا جون گذشتن. شعار جاوید شاه مردم به معنای شعار نمیدونم پادشاهی خواهی مطلق نیست. توی همین جریان ها من دارم میبینم دوستان من، نزدیکان من که همشون جمهوری خوان امروز دارن میگن جاوید شاه. این جاوید شاه به این معنی نیست که ما قرار بریم تو صندوق رای نمیدونم رای بدیم به مثلا پادشاهی پارلمانی یا هر شکل از پادشاهی که خودشون دوست دارن یا هر شکل از اصلا به چنین معنی نیست. این شعار تبدیل به یک نماد شده، یعنی یک استعاره است و یک مجازی است از کلیت خاص انسان ایرانی. یعنی در دل شعار جاوید شاه اون جمهوری خواهی داره آرمان جمهوری خواهی خودش رو میبینه و اون با تمامی اون محتواها و فرم‌هایی که از یک کشور و از قانون یک کشور انتظار داره یا از یک زیست سیاسی مثلا یک انسان انتظار داره، در همون شعار جاوید شاه باز داره تجلی اون رو میبینه. حتی اون جمهوری خواه به این دلیلی که شعار جاوید شاه بولد شده، به این دلیلی که اصلا شاهزاده رضا پهلوی امروز آلترناتیو بخش عظیمی از جامعه است. به این معنا نیست که من گفتم، به این معنا نیست که شاهزاده رضا پهلوی اومده گفته شما بیاید از من حمایت کنید. ما اصلا چنین چیزی رو نمیبینیم دیگه. این چیزی که حالا اتاق فکر جمهوری اسلامی یا جریان‌های مخالف دارن بهش دامن میزنن یا اصلا چیزی که دیگه امروز خنده داره. یعنی این حرفا هر کی بزنه واقعا دیگه نفهم‌ترین آدم در جریان سیاسی و در این زمین بازی سیاست به این مسئله میخنده. یعنی به صورت ناخواسته و طبیعی این اتفاق افتاده. اونی که داره الان توی مشهد امروز توی دانشگاه یا اون بازاری که حتی تو بازار تهران امروز داره میگه جاوید شاه، شاید اصلا ندونه که فرم سیاسی یعنی چی. یعنی شما نتونه 2 دقیقه برای شما تفسیر کنه که آقا مثلا پادشاهی پارلمانی چه تفاوتی با یه پادشاهی مطلقه مثلا داره، یا مثلا نمیدونم جمهوری چه تفاوتی، شکل جمهوری چه تفاوتی، یا حتی به لحاظ محتوایی مسئله جمهوریت که باز با خودش شکل جمهوری فرق داره، میتونه در دل پادشاهی باشه. جمهوریت یعنی اون تمامی اون انسان‌ها در دل یک جامعه رو به حقشون میرسه. اون رو نمیتونه اصلا تفسیر سیاسی کنه و نیازی به اون نداره. اون به صورت طبیعی فهمیده که شاهزاده رضا پهلوی یعنی خاص تاریخی اون، خاص تاریخی نه تنها اون، خاص تاریخی پدر اون، خاص تاریخی پدر بزرگ اون و خاص تاریخی آیندگان اون. یعنی من دارم میگم ما به صورت طبیعی به جایی از تاریخ رسیدیم که اتفاقا بدن شاهزاده امروز یا بدن شاه که ماها مثلا میگیم شاه پادشاهی خواه فرقی نمیکنه، خدا شاهزاده انسان دموکراتی آزاد گذاشته، با تاریخ ما یکی شده، با سرزمین ما یکی شده و هیچ قدرتی وقتی بدن یک فرد، چون این فرد دیگه خودش مسئله نیست، مسئله اون اندیشه و معنایی که این فرد رو در این دوره از تاریخ به عنوان آلترناتیو ایجاد کرده. شاهزاده خودش به تنهایی نیست، شاهزاده رضاست در این لحظه، بنیامینه، اون زنیه که در خیابونه، اون کودکی که در کودکستانه. شاهزاده رضا پهلوی، بدن شاهزاده رضا پهلوی بدن تمامی ما انسان‌های ایرانی که خواست رسیدن به رفاه و سعادت رو در این موقعیت تاریخی خودمون داریم. گفتم نه تنها تازه ما، اونهایی که بعد از ما این رو خواهند خواست و اونهایی که قبل از ما این رو می‌خواستند. یعنی ما به یک جایی رسیدیم که اصلا نمیتونیم شاهزاده رضا پهلوی بدن شاهزاده رو تفکیک کنیم از ایران، بخشی از ایرانه و این یعنی همون بلوغ طبیعی و زایمان طبیعی یک انقلاب. و انقلاب ها به شکل طبیعی شکل میگیرن. انقلاب ها امر مصنوعی و تصنعی نیستن که بخواد یه جریانی بیاد رقم بزنه از یک جایی. یک جامعه باید به اون جایی برسه که اون دوران رو بگذرونه و به اون دوران بلوغ انقلابی خودش برسه و جامعه ما
به صورت بیولوژیک، به صورت طبیعی در این موقعیت تاریخی به اون موقعیت انقلابی خودش و اون اتفاقا دوگانه اصلی رسیده. و من باز هم تاکید میکنم این چیزی که من میگم شاید از ما در تصور دیگران این رو بسازه که ما انسان‌های رادیکالیم، اما انقلاب امر رادیکالیه. اصلا وقتی ما میگوییم انقلاب، چه به لحاظ لغوی اصطلاحی چه به لحاظ تبارشناسی، انقلاب امری رادیکال است و این رو نمیتونه کسی رد کنه. چرا که در دل هر انقلابی خونریزی، کشتار و تمامی این مسئله ها هست، از خودگذشتگی، مرگ. چون مسئله انقلاب مسئله مرگ و زندگیه و هر جایی که مسئله مرگ و زندگی در مقابل هم قرار بگیره، زیست طبیعی زیست رادیکال میشه. پس ما در یک جریان رادیکال هستیم و با اتفاقا هر چه رادیکال تر باشیم اینجا در اون دوگانه‌ای که گفتم، نه در دوگانه‌های مصنوعی، نه اینکه بیایم سر مثلا امر جنسیتی رادیکال بشیم، در این دوگانه براندازی و خود موجودیت هر چه رادیکال تر بشیم موفق تریم، زودتر به انقلابمون میرسیم. ممنونم ازت بنیامین عزیز، امیدوارم که به زودی در ایران آزاد با هم به گفتگو بشیم. همچنین مرسی رضا جان، ممنون از تو و تمام بینندگان. قربونت برم. حرف مردم روشنه و شعاراشون هم تصادفی نیست. اگه این اعتراضا رهبر نداشته باشه دوباره تموم میشه و میره کنار بقیه جنبشا. اگر هم قرار رهبر داشته باشه به شعارهای مردم اعتماد کنیم. الان دیگه مسئله این نیست که مردم چی میخوان. مردم تکلیفشون مشخصه. مسئله اینه که کی جرأت داره کنار مردم وایسه. اینجا تخطی بود و قضاوت با شما. آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشت. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps is a foreign terrorist organization. دشمن کیه؟ عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا. حکومت زن پایتخت رو باید جابجا کنیم. چقدر ما تنهاییم. من حریف شما هستم. فرماندهان عالی رتبه جمهوری اسلامی حذف شدند.